یه کانال یوتیوب هست که توش هیچ وقت یه نفر جلوی دوربین نیومده. هیچ میکروفون گرونی نخریدن، هیچ استودیویی ندارن. هر ویدیوشون رو یه هوش مصنوعی ساخته و ماهی $10,000 در میاره. الان شاید داری فکر میکنی آره این یه ادعای کلیشه‌ایه. درسته، منم اول اینجوری فکر میکردم تا وقتی که دقیقاً فهمیدم چطور این کانال ها کار میکنن، چه نیشی انتخاب میکنن، چه ابزاری استفاده میکنن و مهمتر از همه چرا 90% آدم‌هایی که امتحان میکنن شکست میخورن. تا آخر این ویدیو بمون، چون یه چیزی هست درباره این مدل که هیچ کس صادقانه بهش نپرداخته و اون چیزی که همه چیز رو تغییر میده. اینجا یوتیوب مانی فارسیه، جایی که درآمد دلاری از یوتیوب رو بدون فیلتر و بدون اغراق بررسی میکنیم. تو این ویدیو قراره دقیقاً ببینیم این کانال‌های AI چطور ساخته میشن، چه فرمولی پشتشونه و از همه مهمتر چرا بیشتر آدم‌هایی که شروع میکنن به نتیجه نمیرسن. بذار یه واقعیت رو بگم. تولید محتوای سنتی یوتیوب سخته. خیلی سخت. دوربین بخری، نور بخری، میکروفون بخری، بعد هر هفته جلوی دوربین بشینی، صحبت کنی، ادیت کنی، آپلود کنی. اگه خوش شانس باشی، بعد 6 ماه به مانیتایزیشن میرسی. اما یک مدل دیگر هم در حال رشد است. کانال هایی که کاملاً بدون چهره هستند. بدون مجری، بدون صدای واقعی و بدون دوربین. همه چیز را هوش مصنوعی میسازد. از متن گرفته تا صدا و تصویر. و این کانال ها الان دارن بعضن بیشتر از کانال های سنتی در میارن. چطور؟ چرا؟ و آیا این مدل هنوز کار میکنه یا دیگه اشباع شده؟ بذار از اول شروع کنیم. نکته اول، مدل دقیقاً چطور کار میکنه؟ بذار خیلی واضح توضیح بدم. یک کانال کاملاً مبتنی بر هوش مصنوعی معمولاً این گونه است. ابتدا یک حوزه تخصصی انتخاب میکنند که به اطلاعات نیاز دارد، نه به شخصیت. برای مثال، تاریخ، علم، امور مالی، سلامت یا رویدادهای عجیب جهان. بعد چت جی پی تی یا کلاود اسکریپت می نویسه. 11 لبز یا مرف صدا می سازه. میدجرنی یا رانوی تصویر و بیرول می سازه. و در آخر یه نرم افزار مثل کپکات یا پریمیر همه رو کنار هم میذاره. کل این پروسه از ایده تا آپلود میتونه 2 تا 4 ساعت طول بکشه. و وقتی به اتوماسیون بیشتری برسی میتونه به کمتر از 1 ساعت برسه. اما اینجا یه سوال مهمتری هست که هیچ کس مستقیم بهش جواب نمیده. کدوم نیش ها واقعاً در میارن؟ و چرا بعضی کانال ها با همین مدل شکست میخورن؟ نکته دوم، حوزه‌ای را انتخاب کن که در آن درآمد وجود داشته باشد، نه فقط بازدید. اینجاست که اکثر آدم ها اشتباه میکنن. یک کانال که درباره گربه‌های بامزه ویدیو میذاره، شاید میلیون ها ویو بگیره، اما سی پی امش شاید 1 تا 2 دلار. یک کانال که درباره سرمایه‌گذاری، بیمه یا سلامت مالی حرف میزنه، سی پی ام میتونه بین 15 تا 40 دلار باشه. این یعنی چه؟ یعنی با 100,000 بازدید در حوزه مالی میتوانی 3 تا 4 برابر بیشتر از 100,000 بازدید در حوزه سرگرمی درآمد کسب کنی. پس فرمول اینه: حوزه درآمدزا مساوی درآمد بالای هر 1000 بازدید به علاوه محتوای همیشه سبز به علاوه مناسب برای تولید با هوش مصنوعی. 3 حوزه تخصصی برتر برای کانال‌های مبتنی بر هوش مصنوعی. شماره 1: امور مالی شخصی و سرمایه‌گذاری. شماره 2: تاریخ و جنایت‌های واقعی. درآمد به ازای هر 1000 بازدید در سطح متوسط، اما حجم مخاطب و بازدید بالاست. شماره 3: سلامت و روانشناسی، به ویژه برای مخاطبان زن. اما یه راز وجود داره که فرق میکنه بین کانالی که به $10,000 میرسه و کانالی که بعد از 3 ماه کلاً رهاش میکنن. و این راز ربطی به ابزار AI نداره. نکته سوم، راز اصلی، الگوریتم به چی اهمیت میده؟ نمودار واچ تایم، کلیک ترو ریت. بگذار یک نکته غیر منتظره بگویم. یوتیوب به کیفیت تصویر اهمیت نمیده. به اینکه صدات AI هست یا انسانی اهمیت نمیده. به تعداد ابزاری که استفاده کردی اهمیت نمیده. فقط به یه چیز اهمیت میده. این شاخص، نرخ حفظ مخاطب، همه چیز است. کانال‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که موفق میشوند، روی این موضوع تمرکز وسواسگونه دارند. نرخ حفظ مخاطب، شروع قدرتمند و جذب کننده در 30 ثانیه اول. اطلاعات فشرده و پربار بدون مطالب اضافی و بیهوده. ریتم مناسب، نه خیلی تند
و نه خیلی کند. ابزار AI فقط سرعت تولید رو بالا میبره، اما اگه محتوا ضعیفه، ابزار بهتر کمکی نمیکنه. این چیزیه که 90% کانال‌های AI فراموش میکنن. حالا بریم سراغ قسمت عملی. از کجا شروع کنی؟ چه ابزاری واقعاً ارزش پولش رو داره و چه ابزاری فقط هایپه؟ نکته چهارم، ابزارهای واقعی مورد نیاز. چه چیزهایی را بخری و از چه چیزهایی رایگان استفاده کنی؟ خوشبختانه لازم نیست از اول پول زیادی خرج کنی. اینجا یک مجموعه ابزار واقعی وجود دارد که می توانی با آن کار خود را آغاز کنی. متن، چت جی پی تی یا کلاود. نسخه های پایه آنها رایگان هستند. صدا، آلن لبز. هزینه آن از ماهانه $5 شروع می شود. کیفیت آن برای زبان فارسی از بیشتر گزینه‌ها بهتر است. تصاویر و ویدئوهای مکمل، پکسلز و پیکسابی رایگان هستند. برای تولید تصویر با هوش مصنوعی، نسخه رایگان لئوناردو کافی است. ویرایش، کپکات کاملا رایگان است و برای این مدل کاری کفایت می کند. مجموع هزینه ماهانه میتونه کمتر از $50 باشه. حالا اگر میخواهی حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر کار کنی. میجرنی برای تولید تصویر، ماهانه $10. هیجن برای ساخت آواتار هوش مصنوعی. اگر بخواهی یک مجری مجازی در ویدئوهایت داشته باشی، هزینه آن بیشتر است، اما تأثیر و جذابیت آن نیز بالاتر خواهد بود. شروع با کمتر از $50 در ماه، جدی با $100 در ماه. و یه نکته مهم، اول محتوا رو بنویس، بعد ابزار رو انتخاب کن، نه برعکس. الان چند تا سوال تو ذهنته، میدونم چون منم داشتم. سوال اول، آیا یوتیوب ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی را مسدود نمی کند؟ خیر، یوتیوب محتوای ساخته شده با هوش مصنوعی را مسدود نمی کند، مگر اینکه گمراه کننده باشد یا در مواردی که لازم است درباره استفاده از هوش مصنوعی شفاف‌سازی نشود. اگر ویدیوی تو ارزشمند، مفید و واقعی باشد، معمولاً مشکلی نخواهد داشت. در حال حاضر، هزاران کانال مبتنی بر هوش مصنوعی در یوتیوب فعال هستند و از طریق آن کسب درآمد می کنند. سوال دوم، این نیش ها اشباع نشدن؟ یوتیوب هیچ وقت اشباع نمیشه. فقط کانال های بی کیفیت اشباع میشن. الان همین لحظه کانال های جدید دارن در همون نیش های قدیمی شروع میکنن و رشد میکنن. تفاوت فقط در کیفیت اسکریپت و ریتنشن هست. اعتراض سوم، من فارسی زبانم. این مدل برای فارسی هم کار میکنه؟ اینجا یک مزیت بزرگ وجود دارد که بیشتر افراد آن را نمیبینند. رقابت در محتوای فارسی بسیار کمتر است. درآمد به ازای هر 1000 بازدید برای مخاطبان فارسی زبان خارج از کشور، مانند ایرانیان ساکن اروپا، کانادا و آمریکا، میتواند به حدود $5 تا $15 برسد. این رقم عدد قابل توجه و مناسبی است. خب، الان میدونی این مدل چطور کار میکنه. میدونی کدوم نیش پول سازه. میدونی از کجا شروع کنی و چی بخری. یه قدم مونده، شروع کردن. یه کار ازت میخوام. همین الان. تو کامنت بنویس من و بعد بنویس الان کانال چند سابسکرایبر داره. اگه کانال نداری بنویس 0 ولی شروع میکنم. میخوام بدونم کجا هستی. شاید یه ویدیوی بعدی رو دقیقاً برای وضعیت تو بسازیم. اگه این ویدیو براتون مفید بود سابسکرایب کنید. اینجا هر هفته یه استراتژی واقعی میاد، نه هایپ. من اینجا یوتیوب مانی فارسیم. برو بساز.